خانم حامله‌ای وارد یه متروی شلوغ شد. یه مرد سریع بلند شد و جاش رو به اون داد. زن نشست ولی هیچ تشکری نکرد. چند ایستگاه بعد زن رو کرد به مرد و با یه پوزخند پرسید چند سالته؟ مرد گفت 32 سالمه. زن جواب داد تو از شوهر من 5 سال بزرگتری و اون همین چند وقت پیش یه ماشین جدید خریده. باورم نمیشه آدمی با سن و سال تو هنوز سوار مترو میشه. جمعیت در سکوت فرو رفت. مردم فکر کردن الانه که مرد از کوره در بره، ولی اون فقط یه لبخند زد و گفت منم یه ماشین خریدم و اتفاقا همسر منم حامل است. ماشین رو به اون دادم تا نیاز نباشه زیاد راه بره. من با مترو سوار شدن مشکلی ندارم، ولی عمرن بذارم همسر حاملم توی متروی شلوغ سر پا وایسه. زن ساکت شد و در ادامه مسیر فقط داشت به زمین نگاه میکرد. چند روز بعد همون مرد در یه مراسم عروسی حضور داشت. اون طرف میز یه خانم خیلی شیک و زیبا نشسته بود. مرد از روی ادب گفت امشب خیلی خوب به نظر میای. زن با نگاه سردی جواب داد ای کاش منم میتونستم همچین چیزی رو راجع به تو بگم. مرد خیلی ریلکس گفت نگران نباش، اگه خواستی میتونی دروغ بگی، همونطور که من گفتم. زن جا خورد، بی صدا بلند شد و رفت سر یه میز دیگه. هرگز با افراد متکبر درگیر نشو، بذار خودشونو خراب کنن. در بحث‌ها اونی نباش که از کوره در میره. آروم بمون، خوب تماشا کن و فقط وقتی واکنش نشون بده که واقعاً لازمه. خیلی از آدما در گفتگوها شکست میخورن، نه به خاطر اینکه باهوش نیستن، بلکه چون بقیه رو اشتباه میفهمن. اگه هنوز به خانواده رشد ملحق نشدی، احتمالاً دیگه ما رو نمیبینی، ولی اگه این کارو انجام دادی، تبریک میگم. تو هر روز در حال رشدی.